اگه قصد خرید پاور برای سیستم میان ردت به بالا داری، این سه تا مدل از برند دیپکولو که بهت میگم حتما در نظر داشته باش. اولین مدل از برند دیپکولو که میخوام بهت معرفی بکنم مدل PN750D. این مدل نوع فناش از نوع هایدرو برینگ ATX 301 فول ماژولار نیستش این مدل و قیمتش 4,750,000 تومانه. 100,000 ساعت عمر مفید این پاور هستش و یه گزینه خیلی مناسب برای سیستم های میان رده به بالاتون. دومین مدلی که میخوام بهتون معرفی بکنم PN850D دیپکوله، پاور 850 وات برای سیستم های میان رده به بالاتون که تو رنج قیمت 50 میلیون تا 100 میلیون تومان میخواید سیستم ببندید، به کارت گرافیک خوب روش ببندید. این پاور فول ماژولار نیستش. ATX 31 12 ولت 100,000 ساعت عمر مفیدشه و تکنولوژی فناش و تکنولوژی هایدرو برینگ. قیمتش هم در حال حاضر که این ویدیو رو دارید شما می‌بینید 5,800,000 تومان. آخرین مدل از برند دیپکول و خفن ترین مدلشون PN750M. یه تفاوت 100 واتی داره PN850 ولی تفاوت فاحشش اینه که این پاور فول ماژولار، تکنولوژی فنهاش از نوع فلوید داینامیک برینگ. این هم عمر مفیدش 100,000 ساعت، تکنولوژی ATX 31 12 ولتی رو داره. قیمتش هم در حال حاضر که دارید شما این ویدیو رو می‌بینید 6,300,000 تومان. شما میتونید این ست پاور از برند دیپکول که براتون معرفی کردم و همین الان از طریق وبسایت کارمالتیک با همین قیمت‌ها ثبت سفارش کنید. هر گونه سوالی، انتقادی، پیشنهادی، نظری، کامنتی، هر چیزی هم که بود توی کامنت برامون بنویسید. حتما این ویدیو رو یادتون نره با دوستاتون به اشتراک بذارید.